سلام عشق داداش، حالت چطوره؟ خوش اومدی به ویدیو من و یه سنسیویتی عالی. بچه ها یکی از بهترین سنس های بتل رویال آوردم و بهترین بیسیک مولتی مخصوص موبایل پلیرهایی که 4 انگشتی پلی میدن. حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. یکی از بهترین گیم پلیر هم آوردم با خود همین سنس بچه ها، با خود همین سنس بتل. یکی از بهترین هاست. وانشات ها رو ببینید فقط، یکی از بهترین هاست. حتما ویدیو رو لایک کنید، ساب کنید چنل منو، حمایت بزرگیه. و اینکه من به عشق خودم همین ویدیو رو میذارم به یه امیدی که دیده بشم. بچه ها حتما ویدیومو لایک کنید، تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. خلاصه یکی از بهترین ها رو براتون آوردم. اگر برداشتین و بد بود سنستون، حتما سنس خودتون اول یه اسکرینی، یه شاتی ازش داشته باشین که اگر با این سنس توانستید بازی کنید با سنس خودتون، حتما بتونید دیگه برش دارید با خود همون سنستون بازی کنید. بیسیک مولتی بچه‌ها یکی از بهترین بیسیک های مولتیه برای موبایل 4 انگشتی پلیراست. حتما خوشت اومد، تا آخر ویدیو رو نگاه کنید، اسکرینشو بگیرید. بازم خودتون میدونید، بخواید کنید نمیدونم. این یکی از بهترین سنس های، یکی از بیسیک های مولتی بود. سنسیویتی مولتی بچه‌ها اسپید اکسلریشن. و اینکه در ادامه بریم پایین تر. باره دیگه حتما اسکرینشو بگیرید. یکی از بهترین سنسیویتی مولتی هم هست. علیزی هم تقریبا میشه گفت با همین جور سنسی بازی میکنه بچه ها. علیزی که میشناسید بچه ها، یکی از بهترین بالاخره مولتی پلیر هست بچه ها. بتل رویالش همون بود که اسپید اکسلریشن بازی میکنم. سنس اینه، حتما اسکینشو بگیرید. نمیام فیک بذارم یه سنس دیگه بذارم بعد یارو مثلا گیم پلی خودم یه چیز دیگه است. نه اینجوری نیست، همینی که داشتم بازی میکردم گیم پلیش هم بود. حتما اگر تا اینجا ویدیو اومدی حتما چنل منو ساب کن، حمایت بزرگ لایک کن. دمتم گرم. اینم از سنسیویتی بتل رویال. مرسی که تا اینجا نگاه کردی. فعلا خدافظ.